اولا من تشکر میگویم به خداوند. یک دخترکی خورد از پنجکه و با دستگیری یگان کس تا همینجا رسیدم. این جایزه من نه. هنرپیشه بلاگری سال دلنازه رحیمی. دلنازه رحیمی. این جایزه من نه. جایزه همه اونهایی که به من لایق دانستند و آواز دادند. رحمتی کلان، منتدار. دستام میلرزد به خدا. میخواستم همین گپا گفتم. اولی باره که من ویدیو رولیک سیامکا میکردم در اینستاگرام، راستی گپ بسیار از همکارای من، استادای من، شخصانی که در تئاتر کار میکردن و میکنن زید بودن. بعد روز تا روز در اینستاگرام در رولیک های بلاگرها برادرای من هستن دخترای نوی پیدا شدن که با یک اجرای نقش خودشان را هنرمند و اکتریسه گفتن و این برای من سخت بود، چون برای هنرمند اکتریسه شدن در این سال و زمان باید 4 سال خوانی، در تئاتر کار کنی، نوابسته از تهمت و از گپ‌های قبیح مردم استوار باشی و برای یک دخترک تنها که از پنجکه خیست آمد و باوری نداشتم که در مدت اینقدر کوتاه من ابونچیانی زیاد پیدا میکنم و افتخار هم میکنم. در همینجا اگر استادی من شتگی باشم قربانی صابیر استاد هستم. یک مفهومی برای استاد عزیز زنده باشید. رحمت کلام استاد، هر چیزی خوبه که از من میبینید و هنری مرا قدر میکنید. 4 سال به من همین کس درس دادن و من کجای روم میفخرم و از شاگردش مقدمم میفخرم. استاد تشکر، شکر خدا. اولا من تشکر میگویم به خداوند، به پدرم که در قید نیستن و چند ماه است که از ما دور شدن، چون با دستگیری اون کس بود که من به دوشنبه آمدم. یک دخترکی خورد از پنجکه و با دستگیری یگان کس تا همینجا رسیدم. و من تشکر به استاد نازیم ملیک و استاد قربان صابیر که ما رو در صحنه چی خیل ره گشتن، گوش کردن، بها دادن را آموزاندن. رحمتی کلام استاد، هزار رحمت. زنده باشید. استاد همه وقت میگفتن که اگر کجای خطا گپ زنین درست گپ زدن را یاد گیرین. خطا گپ زنین گوید که من شاگرد قربانی صابیر نیستم. استاد من شاگرد شما. رحمت کلام. تشکر به تشکیل کنندگانی انامین مراسم ها. رحمت کلام. من به نهایت خرسند هستم که از شبکه‌های اینترنتی دخترانی که رولیک های غیر اخلاقی میکنن با تشکیل شدن چنین مراسم ها نیست میشوند. رحمت کلام، همتون به رحمت. این جایزه من نه، جایزه همه شما. تشکری زیاد. تشکر میگم براتون. زنده باشید. بخیرم احساس میشود که شخص یک قلبی پر از آرزو و پر از گفتنها داشت و اینجا گفت
و خیلی سبک شده، خیلی سبک شده. زنده باشید. با شما بلیط های ارزان لازم باشد با واتساپ اویاکاس شاهنازه زنگ بزنید. بلیط های ارزان و باورناک است.